ماتوری گفتم رو روان کردی؟ بله روان کردم. سردار خوش آمدید. خوش باشید. آقای اصلان از دیدار شما خوشحالم. تشکر. من نیز همچنین. وقت زیادتون رو نمیگیرم. برای رساندن معلومات رسمی شخصا خودم آمدم. خوشبختانه گفتم میتوانم که گروه یکم را باز به شما میسپارم. مرا اکنون نفقه خور حسابید، لیکن به اینها این شعبه، این وظیفه، این کوچه ها در ان بوده نمیتوانم. یگانه گروهی که به آنها باوری و اعتماد کرده میتوانم انا همین رفیقانم هستند. با شرافت آنها مردم در امانند. البته آقای اصلان این معلومات به آنها هم دخل دارد. همه اتون به وظیفه هایتون بازگشتید. خدایا تو را شکر. اکنون به سر دیگر مسئله می آییم. دیگر مسئله؟ بله. به جای سردار پیشینه اتون سرداری نوی را تعیین میکنم. میخواهم او را با شما شناس نمایم. امیدوارم با او کارهای زیادی را به سامان میرسانید. شام بخیر. من سرداری نوی شما یلماز جان ترک. خانم آیشه گفت گوش میکنم. جواب تشخیصتون آمد. خیر. مرحمت گیرید. تشکر به شما امک جان. تشکری زیاد. نمیارزد. پدر جان با اونجا میروید؟ مایلش دخترم. پدر باز به باغچه میروید؟ البته میرویم دخترم، اما تو همه وقت ماشین چرا به یگون ماشین چای دیگر میزنی؟ پدر شما ماشین چه رو زنید به یگون ماشین چای دیگر باید هر جمعون برابر میشوید. تو راست میگویی دخترم. هدفمون انا همون عسکر است. رفته او را نابود کنیم. با دقت باشید، آگاه نشود. آرامانه او را گرد کنید. روید از پس کار. زود باشید. جواب تشخیص نه اینجاست. اگر خواهید به اتاق من درآیید. نه لازم نیست دکتر. جواب تشخیص رو گپ زنید. جواب مثبت است. یعنی حامله دار هستید. من حامله دارم؟ راست میگویید؟ البته 3 هفته نه حامله دارید. کودک دار میشوید. یا خدای من.
از همین روز شما رو به قید گذاریم. زود با معاینه آمدنتون لازم. خدای اکبر، من چی کار میکنم؟ چرا چی کار میکنید؟ خیلی در هیجان هستید، میفهمم. خوب میشود که زود خوشخبر را به پدرش رسانید. پدرش رو؟ البته باید به پدرش خبر رسانم. البته سردار، طبق امر کرده‌تان سلیمان توربلی را حجت‌های پنهانیش را رمزش را شکستم، رمزی دیگر گذاشتم. فکر میکنم راه اساسی کارشان را بستیم. دیگر هیچ کار از دستشان نمیآید. شما نگران نباشید. البته سردار، فهمیدم سردار. بیا دخترم. پدر، ما آماده ایم. با من گوش کن به این سو. این کار رو باز از دست ندهی. در دست اون رمزهای شخصی سلیمان توربلی می باشد. برای همین در این عملیات باید موفق شده آیله رو نشان دادنمون لازم. از دست پلیسان اون حجت رو گرفتنمون لازم. فهمیدم پدر. اگر ردوده کار نبرویم در حبس خانه پوسیده می رویم. تو من را فهمیدی؟ معلش پدر، شما نگران نباشید. کار تمام است. من در حبس راحت تر هستم. زود باشید، زود. پدر جان، شما گفتید به من پفک میخرید. زورو، پدرت اکنون دیگر وقت میخرد. آخر پدر. دخترم با من کار برآمد. مادرت را باید انتظار نکنیم. معلش پدر جان. تو کنی به این طرف گذر دخترم. گریزید زودتر زورو، زورو. نترس دخترکم. پدر جان، بیایید رویم از اینجا. معلش دخترم، میرویم. من میترسم، سخت میترسم پدر جان. کلی دخترم، کلی خیز. زودتر باش. رو گرد دخترکم، رو گرد. چی ایستاده اید؟ زود دستگیر کنید. یا خداوند، تو شهیدمان را با دوست داشته هایت همراه نما. آمین. مقامش را با همه نزدیکانت همراه نما. آمین. اکا، با زوال سر به سر شدن نمیزیبدو، اما از این یولماز من هیچ خوبی را انتظار نیستم. من هم همیخیل برادر با فکرم شپنام بینماید. به خدا با من هم پیسن نامد. با کسی مانندش میکنم. او را نظارت بردن لازم. من هم میخواستم که آیدو گپ زنم. ترسیدم که ملال خاطرتان میشود. بچه ها، نیت چیزی باشد همان را دیدن لازم. بعد میبینید چی میشود. در حال قرار ندهید. کمی وقت لازم است. هم از پسی آدمان گپ زدن به شما نمیزیبد. درست میگویید رئیس. بله رئیس. باید گل زنگ نزدید. او هم باید میومد. زنگ زدم رئیس. در راه بود. کمتر پس همینجا میشود. پویشه گل اومد رفیقم.
میگرید؟ نگریسته چیکار میکرد؟ آیشه گل دیگر گریه مکن. بین به زیارت عارفمون آمدیم، قرآن خواندیم، دعا کردیم. حداقل تو گریه نکن قربانت شم. نه، از برای اون گریه نمیکنم. پس برای چی دخترم؟ من از بیمارخانه میایم. بیمارخانه گفتی؟ چی شد دخترم؟ گپ زن خیر. پدر، من بیمارخانه رفتم. من حامله‌ام. یا خدایا، شکر به تو خداوند. من بابا میشوم. یا خدایا، آمار میشنیم. مبارک شود بچه ها. با تو هم نصیب کنه. مبارک شود. مبارک شود. تبریک میکنم آیشه گل. تشکر. میبینی مولا، تو رفتی و اما نشانت هست. الا دلشاد. اوه، امیر تعینات. وظیفه‌اش خیلی رفته ایستاده است. با تو یک خبری مهمی دارم. چی بوده است این خبر؟ آیشه گل حامله بوده است. به هر حال با این احوالش ادای وظیفه کرده نمیتواند. فکر کنید که یک کارمند تعینات کم شده. چی؟ تو چی میگویی؟ حالا گویی که عارف رفت و برای ما توفه آماده کرده است. آیشه گل رو به نزد من بیار. او را از تو میخواهم من. چی کار میکنی او را؟ چی کار میکنم؟ میکشی او را؟ آن میراثی عارفی بلازده رو از شکمش کشیده میگیرم. احوالشون رو از مردن عارف هم بدتر خواهم کرد. حالا آن اصلا شنار خندیدن گیرد. عاقبتش را پس میبیند. من میترسم پدر جون. بیایید رویم از اینجا. مهنش دخترم میرویم. صبر کن دخترم، صبر کن. حاضر میرویم. آرام باش. حاضر میرویم دخترکم. من میترسم پدر جون. نترس دختر جان. حاضر میرویم. قول میدیم دختر جان. قول میدیم. حاضر میرویم. زود باش دخترم. راه گرد. یک کس را دستگیر کرده نتوانید. زود رو به دست پسش. زود باش دخترم. راه گرد. زودتر باش. زودتر. زودتر باش دخترم. زود. راه گرد دخترم. راه گرد. جزدانم افتید. جزدانم افتید. راه گرد دخترم. زودتر باش. چی ساده دخمخا؟ چی ساده؟ زود از پسش روید. آرام باش دخترکم. آرام باش دخترکم. جزدانم پدر جون. پدر جون. آرام باش دخترکم. آرام باش. یا خدایا چیکار کنم؟ پدر جون وقتی دویدن. تمام. جزدانت کجا شد دخترم؟ وقتی دویدن افتید. افتید؟ در کجا؟ در اونجا. بلا زند. فهمو دخترم. من حاضر رفتم میارم.
تو همه جا برای انتظار شو. فهمیدی؟ انتظار شو. پدر جون نروی. دختر جان این گناه تو نیست. حاضر پدرت دویده جوزدانت رو گرفته میارد. تو خواطر نشو. از رویت نجو. میلش دخترم. قول میدی؟ فهمیدی؟ قول میدم. آفرین آفرین دخترم. ای خدا در اونجاست. خدایا من میترسم. بیا از اینجا رو ببین. آنو باز آمدن. دخترم در جای نیست. تمام دخترم من آمدم. پدر نترس دخترم رفتیم. چرا ایستادید؟ روید از پسش. اگه کمی پیش از پسش رفته بودن اون آدم هر بیاشون به پران در آنجا ما رو انتصارم. چارتون چکا اینجا کسی نیست. زود باشد. پدر جون پدر جون پدر جون پدر جون من میترسم. سخت میترسم. پدر جون درو کشید. درو کشید. التجا میکنم. کشید. دخترم مریض است. از برای ثواب کمک کنید. التجا میکنم. کشید درو. کشید. خداوند از شما راضی باشد. دخترچم مریض است. دختر جون زود یاری تجلیلی رو زنگ زنید. چی گپ است اینجا؟ یعنی اکنون من آمد می شوم. بهترین خبر است. جوره فکر میکنی که یک تا عمک دارد. ما کیستیم اینجا؟ من عمک دوست داشتهش می شوم. بهترین غذاها را می خورانم. جهان من پهلوان میشد. پهلوان. نامش رو نمیگوید برادرها؟ البته عارف میمانیم. خدای توبه از کجا میدانید که پسر میشود بچه؟ البته پسر میشود. گوش میکنم لیلا. ناخوشی با یک اسکر حمله کرده ایستادند. چی؟ در کجا؟ چی شد؟ چی گپ است؟ فهمم. حاضر میرویم. چی شد؟ یگان کاری مهم است؟ در محله بیکا یک حادثه شده است و سرباز چند نفر حمله کرده. هم چی؟ همان سرباز آیدی سلیمان توربیلی جوابگو بوده. چی ها میگویی؟ وای داد این کار را بینه. چی؟ این خیل باشد چی ایستاده؟ زود از پسی کار. آیشه گل توی ایستاد. آخر پدر نمیشود آیشه گل. تو امانت را نگاه میداری. امانتی عارفمان را. نمیخواهم که تو در این عملیات اشتراک کنی. تو مرا درست فهم. رئیس حق است آیشه گل. تو با ما نیار.
رئیس راست میگوید، ما خودمان حل میکنیم. من با تو به قرارگاه میروم. شما زود از پس کار راه گردید. سردارم؟ جسور سردار، من سرحدم. سرحد از شهری بند. سرحد؟ استغفرالله سرحد، بیا تو رو به آغوش گیرم. شاید اونقدر خطرناک نباشد. با فکرم با ما بیاید خوبتر می شود. بله راست میگوید، من خوبم. این خیلی نمی شود. بعد از این همه چیز برای تو خطرناک است و هیچ کجا نمی روی. شما روید، این با من می ماند. من حالا آموخت نیستم. در اولین عملیات با من می بود خوب نمی شد. نخواد تو یکان عملیات نگذرانده. این چی سخن است؟ وای، من در تعیینات اولین بارم. فکر میکنم برای عادت کردن وقت لازم است. خواطر نشو، وقتی دشوار شد از عهده هر کار برآمده میتوانی. پدر ماند که من روم. نمیروی گفتم. عایشه گل، خودت را نه. کودکی در بدنت بوده را فکر کن. جانی امانت بوده را فکر کن. نگوی عایشه گل، نگوی. مالش پدر، چه خیلی که میخواهید؟ جسور سردار از جای خدمت کردم است. این پدرم و اینها برادرانم می باشند. بخیر از سردار یارادار هستید. پدر جان. دخترم، مادر جان. دختر جان، دخترم. من خوبم سرحد، اما دخترم کسلی اسما می باشد. از پسمون دشمنان می آید. با پلیس زنگ زدید که زود بیایم. مایلش، من زنگ میزنم. به داخل در آمده مادرم 4-8 رو میبینم. چی خیلی نادم به کجا رفته است؟ دردتش کودک از کجا میرود؟ اکا در همی کوچه بود. یکی یک بار غیب زد. البته به یگونجا در آمده است. میابیم. زود باشد. همه جا را بینه. زود باشد. زود باشد. مرحبا سردار. سلام علیکم. سلام علیکم. اینجا خوابون. اینجا خوابون. مادر، این دختر نفس کشیده نمیتواند. دارویش رو گم کرده است. مثل امین ما میباشد. گل، رفت آبی گرم کرده بیار. مایلش مادر. جانان، تو رفته لباسی تازه بیار. خوب شده است. خاطر نشوه سردار. ببینم دخترتون رو صحت میکنم. دخترم. اکا آمدیم. چی شد؟ از را گم کردیم. کجای پنهان شده است؟ به این خانه در آمده است. او را پیدا کنید. همه جا را کوبید. آب و علف خوب است. هیچ چیز نمی شود به تو. داروی اساسی بیبیم همین است. علف ها را جوشانده می نوشاند. قبیله ما به همه در دوام می یابند. دخترم خوب می شود میگویید؟ خوب می شود پسرم، خوب می شود. دخترم، تو خوب شدی؟ خوبم پدر. نفس کشیم درست شد. خدا را شکر. خداوند از شما راضی باشد. پدر، من همه وقت با شما نقل میکردم کو سردار مرا وقتی نوبتدار بودنم نجات داده بود. انا این همون جسور سردار میباشد. خداوند از تو راضی باشد پسرم. همه وقت برایت دعا میکنم.
ҳатто ман нақлҳоятонро 100 маротиба гӯш кардам. пас шунидан хушам меояд. ба хайр аст сардор. аз пасат киҳо мебошанд? خودم هم نمیدانم کیهایم، اما میدانم که از برای چی از پسم میآیم. این حجت‌هایی که در دستم هستند انا برای همین مرا تعقیب میکنند. اگر دخترم با من نمی بود این خیلی نمیشد. سری شما را در بالا گذاشتم. ببخشید مرا. خدا به ضرر میرساندگی ها فرصت ندهد سردار. خودت و دخترت مسافری ما میباشی. نگران نباش. تا پلیس نآید تو را از اینجا هیچ کس دستگیر نمیکند. خوب هستی دخترم؟ خوبم پدر. من نزد مادرم رویم. میرویم دخترم. میرویم. تو نترس. میرویم البته. دخترک نازنین، صحت میشوی دخترم، صحت میشوی. بلا سند مرا دیدند. در اینجا بودنم را میدانند. تو را دیدند. فرهاد از نزد تریزا دور شو. بیاید و کودکان را به خانه پس برید. زود باش. خوب شده است پدر. زود باشد به خانه پس روید. شما را از اینجا هیچ کس نمیگیرد. هیچ خواطر نشوید. تو پسرم سرحد رو نجات دادی. قرض جان خریدن رو داده نمیشد. کسی جانی ما رو میخرد او برای ما مبارک حساب میشود. در اینجایند. زود بیاید. در اینجایند. باوری داری؟ با چشمون ندیدی؟ دیدم اکا وای از تریزا نگاه میکرد. عادی کار را تمام میکنیم. او را با ما تسلیم کنید. به شما هیچ ضرر نمیرسانیم. کسی نزدیک شود میکشم. دفع شوید از اینجا. روید. چیز داده؟ بدرو درآید. درآمد از همینجاست. در آمدن نمیشود. از دیوار درآیید. روبروی پنجره است. در آمدن زمان میپرانم. کنی رفت پس رو بین. از پس درآمد دارد. حاضر اکا. امک نشانزنی خوب بوده ای. آفرین به شما. پیر شدیم پسرم. مثل پیشترا نیستی. پدر من پسی خانه را نظارت میکنم. جمال از پسی من بیا. الله زند. اکا از آنجا باز بدتر است. چه ها میگویی احمق؟ از پس در نیست. تنها دیوار است. پنجره ها دروازه آهنین گرفته شده است. این چه خیلی خانه که در ندارد.
الو به انصاف تا حال آن آدم را دستگیر نکرده؟ نگویید که از رو درش نبرآمدم. پدر حالا دستگیر نکردم. به یک خانه جای گرفته است. مثل خاله میبوشد. به داخل در آمده نمیشود. احمق خویلنگ دهور، کی ها باز به پلیس زنگ زدن؟ زود گم شوید از آنجا. با یگان راه دیگر این کار را حل میکنه. خیریت در بینشون آدم امون هست. زود از آنجا روید، زودتر. لندهورها یک آدم را دستگیر کرده نتوانستید. یگان مرد نیست که داخل در آید. در بین ما یگان مرد نیست. در بینمون مردی بوده را پر روندن. جمع شوید میرویم. مادر میروند میگریزند. به خدا میروند. پدر جان دخترم کمی پس بعد از این مادرت میرویم. از آنها خلاص شده. خلاص شدیم دخترم. تو خوب هستی؟ خوبم پدر. از پشت شما در نزد پدر شرمنده شدم. شما آبروی مرا هیچ کردید. این آدم به خانه همان می رود. شاید اکا من خیلی روزی دارم. راه کردید. آهسته. تو چیکار میکنی؟ دیوانه ای سرده. چیکار میکنی؟ مرا سرده میگویم. هی مسافرتان آمد. بابایم را دستگیر کردم. به شرف ها سردهید پدرم را. پسرم شاهین حادثه در کدام کوچه بود در یاد داری؟ بله در یاد دارم. رفتن گیر. حالا کمی دیگر مونده. زودتر بیرون سکر علی. دیر کنیم یگون نفر میمیره. رانده ایستادم اکا. گازی ماشین در کف پایم است. در همین جا میگردم ها. برادر ماشینت رو یک طرف گیر. برادر کاری من 30 دقیقه دیگر وقت میگیرد. از روی پس رو. برادر جرا. خدایا توبه چی روز سیاه. این اش از کجا پیدا شد؟ منه یا بگیر. برادر ماشینت را یک طرف گیر. ای رفیق ماشینت را به یک طرف گیر. تا دهن شما را هم در رک شاید. در رک شاید. 9 5 2 1 سرده بابایم را رسید. او را سرده. چیزی خواستند در دستی من است. و بیرون برو. به نزدی من. زودتر رمزهای اساسی توربلی رو به من ده. یا اینکه بابایت رو میپرانم. من در اینجا. زود فرا.
زودتر با داخل نرد زودتر باشه زودتر باشه زودتر باشه دخترم دخترم حاضر آمدن تو را میگیرم نترس مادر جان یونکم نترس سکر علی یکم فکر داری؟ البته عرض رفیقا کارلت بالا نیست اونجا از اونجا پرونده میتوانی البته جورا چرا نه به یادم نیستش از کدام جای ها میپروندم ملکه این خیلی باشد نوبت در دستی توست نشان ده مهارتت را خود شد از درکه زری هی بچه ها من امر دادن نمیتوانم مگر با خواست خودتون کار میکنید اونجا خیلی بلند است جانمون رو در خطر نمیگذاریم نمیشود تو تعیینات مخصوص را شنیده ای؟ شنیدم نامتون را بسیار شنیده باشه خیلی خوب برای تعیینات مخصوص کاری نمیشدگی نیست برای کار چیزی لازم باشد ما همه را میکنیم من رفتم گوش میکنم آیشگل با تو اینجا احتیاج داریم آدمانت مرا گوش نمیکنند زود آمدن لازم اگر احتیاج باشد میایم اما با پدرم قول دادم پدرت رو فریب داده نمیتوانی بیایی آدمانمون به دست میرفتند این کی باشد؟ چی شد؟ کی رو دیدی؟ نقابدار آیشگل نقابدار همینجاست چی؟ نقابدار گفتی؟ مالش یگان علاج کرده میایم مصطفی آیشگل به کجا رفت؟ حاضر به بیرون برآمد رئیس به بیرون؟ در تلفن با کسی گفت که احتیاط باشید میگویم گفته برآمده رفت آیشگل دخترم نرو رفتنم لازم پدر عذر میخواهم گپ رو نمیفهمم خداوندا با او کمک کن مادر جان بیا به نزد مادرم رویم من میترسم دخترم مادر جان سخت میترسم سردار این کاری خوب نیست شیمانی دارد دخترم نترس من تو رو میگیرم آرام باش چخور نفس گیر واه فرزندم واه دلم میسوزد تو چه خیل پدر هستی دخترت نفس نمیگیرد حسابش را از تو پرساندشم ابلهی نابکار چه خیل حساب به من معلومات رو داده دخترت رو نجات ده
ака таиноти махсус ҳаминҷост. инҷо банд шуда мондем. ҳоло ман маълумотро гирам, ягон чорашо мебинем. یولماز کجا قد زد؟ حاضرم اینجا بود. حاضر به شما نشان بدهم. خداوندا کمک کن. قندت تزن کارلس. بهترین از اینجا سیاحت نمیبرایم. بیایید تسلیم شویم. این سخن را فکر هم نکن. همش رو کشه. این خیلی نمی شود. باید از اینجا گریزم. ҳар лаҳзаи ҳаёт ширин асту гуворо. ширкати ата як қатор маҳсулоти қаннодии наву хуштам ва хушсифатро истеҳсол намудааст. шумо метавонед шириниҳои ширкати атаро аз фурӯшгоҳҳои шаҳри душанбе ва дигар марказҳои савдои ҷумҳурӣ дастрас намоед. шитобед, шириниҳои мо хушбахтии хонадони шумо.